بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان شبکه نجم تیوی، آیا بار شده است که یک کاری که شما انجام ندادید با آن شما را متهم کردند، بالای شما تهمت‌های وزنین بار کرده اند؟ امروز هم می‌بینیم که نفرانی که اهل علم هستند، نفرانی که در راه حق هستند، بسیار بالای سر آنها تهمت‌ها، بهتان‌ها بالای آنها بار کرده می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما یک قصه نقل کردند که این حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت شده است. از ابو هریره رضی الله عنه می‌فرمایند رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند یک مرد بود از بنی اسرائیل با نام جریج. عابد بود، پرهیزگار بود، خدا ترس بود. برای خود یک صومعه بنا کرد. صومعه جای عبادتگاه راهبان، همان جایی که در آن عبادت میکنند، پروردگار را نماز میخوانند. جریج در صومعه خود، در عبادتگاه خود عبادت میکرد، نماز میخواند و روز مادرش به نزدش آمد، فریاد کرد، گفت ای جریج، ندا کرد. جریج گفت، در نماز بود، ربی صلاتی و امی، پروردگارا نمازم را ادامه دهم یا به ندای مادرم جواب گردانم؟ جریج جواب نمیگرداند، مادر برمیگردد. روز دوم باز همین قصه تکرار مییابد. روز سوم باز تکرار مییابد که تصور کنید مادر فرزند خود را ندا میکند، فرزند جواب نمیگرداند. مادر در یک حالت غمگینی محزون میشود. تصور کنید مهاجران، مادر به شما زنگ میزنند، به زنگ مادر جواب نمیگردانید یا گشته زنگ نمیزنید اگر مشغول باشید، یا ماهها یا روزها سالها میگذرد از حال مادر خبردار هستید یا نه. خوب مادر غمگین شد و در حالت غمگینی در حق فرزند خود، البته یگان مادر نمیخواهد در حق فرزند خود دعای بد کند، اما در حالت غمگینی یک دعا کرد در حق جریج. گفت اللهم لا تمیته حتی ینظر الی وجوه المومیسات. گفت پروردگارا جریج را نمیران تا آن دمی که روی زنهای زیناکار، زنهای فاحشه را نبیند. در حقش دعای بد کرد. خوب روزها میگذرد، سالها میگذرد، مادر جریج وفات میکند و جریج چنانه که گفتیم عابد بود، بسیار پرهیزگار بود. بنی اسرائیل در بین خود گفتند ای مردک را ببین، بسیار پرهیزگار، خدا ترس است. بین خود گپ زدند و در همان جا یک زنی بود، زن صاحب جمال. گفت آیا میخواهید من جریج را با زیباگی خود، با فتنه های و وسوسه های خود به دام خودم بیافتانم؟ خلاصه رفت به نزد جریج، او را به دام خود افتاندنی شد، وسوسه کرد، فتنه کرد، به کار فحشا، به زنا دعوت کرد که جریج عفت خود را نگاه داشت. جریج از جمله پاک دامنان گشت. خلاصه این زن قهر و غضب کرد و رفت با یک مرد چوپان همخوابگی کرد و از او حامله دار شد. وقتی یک طفل به دنیا آورد گفت ای قوم، جریج همراه من زنا کرد و این فرزندی که شما میبینید، این فرزند از همان جریج عابد است. مردم خیستند، رفتند بالای سر جریج، عبادتگاه جریج را ویران کردند و خراب کردند و این مرد خدا را بسیار زدند و لت و کوبش کردند. جریج گفت چه است؟ چه خبر است؟ برای چی شما مرا میزنید؟ مردم گفتند آخر تو زنا کردی؟ فلانی فلان زن گفت جریج با من زنا کرد و این کودک از او است. جریج گفت آرام باشید. جریج
طهارت کرد، وضو گرفت، 2 رکعت نماز خواند، به پروردگار دعا کرد و گفت همون فرزندی که دعوا دارد که فرزند من است بیارید به نزدم. کودک را آوردند. جریج دعا کرد و به شکم آن کودک به شکمش زد و گفت فرزندی کی هستی؟ کودکی که در گهواره است زبان برآورد و گفت من فرزند فلان چوپان هستم، من از همون چوپان شدگی هستم. دیگر مردم پشیمان شدند، عذر خواهی کردند از جریج و گفتند اگر خواهی ما عبادتگاهی تو را از طلا بنا میکنیم از نو. جریج گفت نه، چنانه که بود از لای و خاک از همون بنا کنید کفایه است. خب این قصه جریج بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما نقل کرده بودند. چنانه که از قصه معلوم گشت برادران عزیز، اول اینکه دعای والدین، دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجاب است. مادران، پدران، هرگز در حالت غضب در حق فرزندتان دعای بد نکنید. عمر رضی الله عنه یک مرد را میبینند که مرد دستانش شل است. میپرسند برادر به دستان تو چی شد؟ میگوید پدرم در جاهلیت در حقم دعا کرده بود که دستانت شل شود. دخترک وقتی در آشخانه یگان چی میشوید میشکند، وقتی شستن، وقتی تازه کردن یا یگان اسباب خانه را میشکند، در حال میگوید دستت شکنند یا فلان شو یا همین دستت شل شود یا کور بودی نمیبینی. بسیار دعای بعد از زبان پدران، مادران برآمدنش ممکن است در حق فرزندانشان. یا بسیار لعنت میفرستند، میگن بر پدرت لعنت. بسیار احتیاط کنیم، این زبان بسیار نازک است و دعای پدر و مادر مستجاب می شود. عمر رضی الله عنه گفتند بر این مرد سبحان الله، اگر دعای پدر تو در جاهلیت چنین کرده باشد تو را پدرانی که مسلمان هستند در اسلام دعا کنند چی شود؟ برای همین این بسیار خطرناک است. پدران، مادران، والدین عزیز در حق فرزندان خود همیشه دعای نیک کنید. آن دعاهایی که آن سخنهایی که سخنهای بد است بر پدرت نعلت یا فلان یا در حقش دعاهای بدی که هست در زبانها، به جای همونها بر پدرت رحمت یا یک دعاهای نیک در حقش کنید. خداوند حال تو را اصلاح کند، خداوند قلب تو را اصلاح کند، خداوند تو را به بخت کند، خوشبخت کند. و خلاصه این یکی از فایده های این حدیث بود. فایده دیگر این است که چنانه که گفتیم این دوست خدا، این عابد در حقش یک زن برآمد تهمت کرد، در حال قوم خیستند و بالای سرش رفته سرزنش کردند، عبادتگاهش را ویران کردند. امروز هم میبینیم که چقدر بالای اهل علم تهمت بر زنا، تهمت بر جادوگری، تهمت نمیدونم بر افراطگری، چقدر تهمت ها میشود. یا جوانهایی که طالب علم هستند بالای سری آنها چقدر تهمت ها میشه. تصور کنید یک بار پیش از آنی که تهمت میکنید یا یک بار پیش از آنی که همون سخن وقتی از آینه نیلگون یا از نمیدونم از کدام خبرها میخوانید و میبینید، یک بار پیش از آنی که در حق همون نفر همون تهمت ها را باور کردند یا گفتند، یک بار فرزند خود را یا خودتون را به جای همون نفر گذارید. بار در یک کارگاه بودم، از من پرسیدند، گفتم من ختم کرده دانشگاه اسلامی فلان جا هستم و دیپلم عالی دارم، الحمدلله متخصص هستم. گفتند ها شاگردا داری؟ چند افرادگر شاگرد داری؟ سبحان الله، چقدر این زبان، این حالت ما و شما چقدر در یک حالت وزنین آمدیم که در حق کسی خواهیم تهمت میکنیم، بهتان میکنیم. بسیار خطرناک است، احتیاط کنیم. خب باز یک فایده دیگر این است که ببینید این دوست خدا چیکار کرد. دوست خدا وقتی بالاش تهمت آمد گفت مرا به حالم گذارید، وضو گرفت، نماز خواند، 2 رکعت نماز و از خداوندش پرسید که پروردگارا من میدونم، من یقین دارم که این بالای سری من تهمت است. برای چی؟ برای اینکه من این کار رو انجام ندادم، من این کار رو اجرا نکردم. به پروردگارش رو آورد. برای همین نفرهایی که
به مشکلی، نفرهایی که به یگان پرابلم ها یا به مانند همین تهمت ها گرفتار میشویم، به خداوند خود، به خالق یکتا رو بیاریم، نماز خوانیم، به هر مشکلاتی که داریم دوست یگانه، دوست اولین ما و شما، مهربانترین مهربان ها این پروردگار و خالق ما و شما است. خداوند ما و شما را، قلب ما و شما را اصلاح کند و خداوند کند که جامعه ما و شما جامعه باشد که جامعه نمونوی، جامعه باشد که تازه از فحشا، جامعه باشد که تازه از تهمت ها و بهتان ها، جامعه باشد که جامعه سالم تا نوارهای آینده. خداوند یار و مددگارتان باشد.